اتفاق میفته. یک روز یک مار سمی و خطرناک اشتباهاً رفت توی مجلس زنونه. همه خانم بودن. خانوما با دیدن مار وحشت زده جیغ و داد. ماره بلند شد گفت خانما نترسید، من کبرام، از خودتونم. از چی می‌ترسید؟ حالا میگم حکایت من، تو میگی نمیشه، میگه گفته ای تو میگی یه سنگ و شیشه. نمیشه 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 نمیشه. خب یه عده از دوستان نوازنده قابلیه، هم قهرمان ورزشی، 20 عنوان مدال طلا داره در رشته بسیار مهم و ارزشمند منچ و مارپله ترکونده. یه دست قشنگ افتخار کنید. این آهنگ چون قرار شده خورده کار صدا سازی هم بکنیم، پیش درآمدش با ساز ترومپت. بچهای موسیقی که این بالا بودن به ساز ترومپت میگویند مادر همه سازها. من با دهن براتون مینوازم، دقت کنید. صدا شبیه بود؟ زنده یاد مرحوم ناصر عبداللهی، خدا رحمتش کنه به حق این روزهای عزیز. سخت گاهی در عرصه هنر کشور به گوش ما میرسه که یکی از هنرمندان ارزشمند ما از بین ما میره. چند دقیقه قبل خسرو شکیبایی به رحمت ایزدی رفت، مرحوم آقالو، خانم پروین سلیمانی، خدا رحمتشون کنه. من به آقای شهریاری التماس کردم، گفتم حالا برنامه شاده، از من نخوای اینو بگم. گفت نه اتفاقا چون تو کارت شاده بگو، اب نداره، چون ما هر چی باشه در عرصه هنر وظیفمون اطلاع رسانی کنیم. از طریق SMS 3 روز قبل متوجه شدیم اکبر عبدی هم هنرپیشه ارزشمند کشور، متاسفانه دکتر جوابش کرده. صاحب خونش دکتر اساس چرخته تو کوچه. یه پول جمع کنی بری سر خونه زندگی. این دستا رو به افتخار هنرمنده کشور بزنیم برای سلامتی طول عمر همش. یله جواب دو سه روزه که ما دنبالتم، که میخوام بیام به خواستگاریتم، که بگم دو باطله خواب کن. آقا کی ماهواره رو انداخت این بر؟